бародарои инаҳа маркази амрикоӣ дар бухтар American Space иҷа ҷои кори Ҷей. Оз мо мебинем Ҷей да ҳамиҷа боша ё не? Салом алейкум. Алейкум ассалам. Ман хондум вайто. Хондед? Омадид? Омадам оз мерем. Мо тра як меҳмондорӣ тоҷикӣ мекунем. Рафтем ҳама каса мерем ака ошкунӣ. Иҷа ҷои кортуна? ها اینجا دانشجوها در مورد فرهنگ آمریکایی و زبان انگلیسی یاد میگیرن. تز یاد میتونن؟ تز یاد میگیرن. باردارا کسی تز یاد گرفتنه پیش همین جی بیه بسیار بچه خوش معامله میتونه. چه خیلی در مورد من فهمیدید؟ از کجا شنیدید؟ من دایرکت در اومدم خوندم. بعد دیدم همونجا درباره مکتب شما صورت گرفتگین شما در پروفیلتون. من دیدم بعد شناختم که شهر قربانتپه این همین روز که روزی کاری نیست من گفتم که میرم حتما شما را میوم این بازار یگانه بازار است که با ماشین در اومده خرید میکنه جای بازار حاجی شریف جای با تو بسیار کدام سرود من پسندم همون سرود زندگی دوست میداریم زندگی را دوست می‌داریم وقتی دورمون نداریم زندگی را دوست می‌داریم وقتی دوریم زندگی را دوست می‌داریم وقتی دورمون نداریم این دوستی ما اسلام نام داره سلام علیکم این بهترین آشپز هیچ جای آشوی زور میکنه هر چیزی که برای آش در کاره این متخصصه بسیار آشوی با مزه میکنه یکم بار نخوردم نکیو برنج برای چی؟ این برنج برای آشه بسیارتر این لوبیه که این برای آش نیسته برای آش فقط برنجه تمام میوه ها اینجا خیلی پرمزه یعنی با مزه تر در تاجیکستان هم سیب هم انگور هم این انگور رو میزنی گوشت میجیم بابا یک برادر عزیز اینا همه چیزایی که محصولاتایی که برای آش در کار بود ما گرفتیم او سلام علیکم بچیون این شهبازه این جای این شهباز با ما هم آواز است هم دادر است بسیار آواز زور داره آواز همه چی را میشنیم ما گفتم که تو کنسرت دیر کردی نه که ما برای ترایت دیگه نوشه تشکیل میکنیم سبزبانوز میآید مرهم روز میآید سبزبانوز میآید مرهم روز میآید از دل پر دردون بشنو حرفی نیاز میآید از دل پر دردون بشنو حرفی نیاز میآید الا گل جان من قربانی نگاهت سبزبانوز میآید مرهم روز میآید دلم بنده کنم بر چار جایت سبزبانوز میآید مرهم روز میآید جای همه زبان فارسی را در کدام مدت یاد گرفتی؟ خب من 4 سال درس خوندم در دانشگاه 4 سال بله فارسی هم می‌نویسی؟ ها
کیریلیک یعنی خط تاجیکی هم میخونیم، مینویسم، آهسته آهسته مینویسم. برای مردم تاجیک باید از شما تشکر کنم که در این 30 سال گذشته روابط بین آمریکا و تاجیکستان بسیار رشد کرده است و برای دوستهای این کشور زیبا باید گویم 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک باشد. روزی تو چه گذشت جی؟ امروز عالی بود، خیلی خوش گذشت. خیلی دوستای نو پیدا کردی، دوستیمون ابدی بمونه. بزا شیرینر دیگه مرا نگاه نکن، بزا